مجید حالت خوبه؟ خیلی ممنون. چی کار میکنی روزا؟ هیچ کار، درسم میخونم. به درس مشرت میرسی؟ بله. الان؟ بله. الان که تعطیله؟ خب میرم کلاس تقویتی برای سال دیگه. باریکلا مجید. خب تجدید آوردی؟ تجدید؟ نه یعنی چرا کم. بله. باریکلا بچه ها دکترم هر سال تجدید میارن، میدونی؟ هر سال؟ یعنی من نمیخواستم تجدید بشم ولی خودم گفتم بذار تجدید بشم تا به سونیه بر خودم درس بخونم، چرا ول بشم تو کوچه. رفتم پیش معلمم گفتم آقا ما باید تجدید بشیم. ولی گفت برای چی تجدید بشیم؟ گفتیم آقا ما خیلی علاقه به درس داریم به خاطر همین باید تجدید بشیم. بعد گفتش که نه آقا مجید شما باید بگردیم، باید بریم تو باغا و دریا و استخر رو بریم بگردیم خوش بگذرونیم. میخوای تجدید بشی چیکار؟ گفتیم نه آقا ما الا و بلا باید تجدید بشیم. گفتش که نه شما باید بریم بگردیم. بعد گفتیم نه آقا ما اهل گردش اینا نیستیم، ما اهل علمیم، دوست داریم ترقی کنیم، هواپیما بسازیم، هلیکوپتر بسازیم، قطار بسازیم. اینقدر براش توضیح دادم، خیلی هم اصرار تمنا کردم. بعد معلممون خوشش اومد، گفت باری کلا به تو بچه، باری کلا که اینقدر به علم و ترقی علاقه داری. بعد گفت چند تا تجدید میخوام؟ مجید الان میام بیبی. گفتش چند تا تجدید میخوای؟ بعد گفتم آقا شما معلمین هر چی سلام میدونیم ما تجدید. بعد یه خورده فکر کرد، بعد 4 تا تجدیدی گذاشت کفی دستی من. مجید الان میام بیبی. اومدیم خوشحال و خنده اومدیم خونه. مجید نشستیم سر درس، تمام کتابا رو میخونم. اومدم بیبی. خب خداحافظ.